وفات نغمه هنرمند مشهور کشور. این خبر تا چه حقیقت داشته است؟ نغمه در کدام کشور زندگی می کند؟ وی به چه دلیل از همسر دومش جدا شده است؟ نغمه وضعیت صحیحش چگونه گزارش داده شده است؟ و دلیل نشر تصاویر وفات وی در صفحات مجازی اما چرا؟ نغمه در کدام کشور زندگی می کرد و چرا از هنر موسیقی خداحافظی کرد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان بوده است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه هنرمند مشهور و بی‌بدیل افغان شهرت ملی و بین المللی داشته است. این هنرمند بیشتر از 5 دهه می شود شروع به سرودن آهنگ کرده است و در میان مردم افغانستان شهرت هنری خوبی دارد. کارهای هنر موسیقی نغمه موج حمایت‌ها و گاهی انتقادات را به همراه داشته است. وی بیشتر اوقات در کشور پاکستان و کارهای هنر موسیقیش می پرداخت و علاقه‌مندان خوبی هم داشت. این همه در حالی است که تازه تصاویر نغمه در صفحات مجازی نشر می شود که وی بار دیگر از همسر دومش هم جدا شده است. دلیل جدا شدن نغمه از همسر دومش تا کنون و گونه واضح معلوم نیست، اما تصاویر وی نشر می شود که نغمه به شکل مرموز در کشور امریکا وفات کرده است. این همه در حالی است که تاکنون خانواده نغمه این خبر را تایید نکرده است و نغمه هنرمند بی‌بدیل و پرآوازه افغان در حالت بدی در کشور امریکا زندگی دارد. مدت طولانی است که دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخته است و آهنگ جدید نسروده است. ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی حقیقت نداشته باشد. زندگی خوش و آرامی برای بانو نغمه با جمعی از هنرمندان افغان. از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.